چیزی به اسم حجاب در دین زرتشتی وجود نداره. یعنی اگر چیزی به اسم حجاب وجود می‌داشت باید حداقل یک بند از اوستا، یک بند از بارها یا یکی از کتب سنتی ما اومده باشه که زنان باید پوششی متفاوت از مردان در حقیقت داشته باشن که ما چنین چیزی رو خودتون می‌دونید که اصلا چنین چیزی تو فرهنگ ما وجود نداره. پس سوال اینجاست که پس مخناشوار چی؟ حقیقتش مخناشوار پوششی بوده که زنان زرتشتی برای حفظ خودشون در جامعه ایرانی پس از ورود اعراب برگزیدند. شما برگردید به گذشته تاریخی این سرزمین ببینید چه دوره‌های سختی رو ما پشت سر گذاشتیم. دوره‌هایی که واقعا خیلی وقتا در موردش باید سکوت بکنیم. و در چنین وضعیتی اولین کسانی که محدود میشن زنان هستن، مادران هستن که بچه‌آورن، که زندگی میبخشن و زندگی بچه‌هاشون براشون مهمه. اینجا آزادی‌ها زیر سوال میره، اینجا اون برابری‌ها زیر سوال میره و زن زرتشتی در چنین جامعه‌ای دو راه داشت. یا که باید میرفت کنج خونه‌هاش خودش رو زندونی میکرد، بیرون نمیومد، یا برای اینکه توی جامعه بمونه باید یک تدبیری می‌اندیشید. و اون تدبیرش این مخناشوار بود. پوشش بسیار با ارزش، بسیار زیبایی که در حقیقت به صورت نمادی از رنگ‌های شاد، نمادی از بهشت هست، نمادی از شادی از اون رو پوشیدن. نکته که اینجا میخوام بگم اینه که ما حجاب توی فرهنگ زرتشتی نداریم. مخناشوار اجبار نیست. مخناشوار یک سندی از مقاومت زنان زرتشتی، زنانی که سیاه‌پوش نشدن، زنانی که در زندگی باقی موندن و زنانی که شادی رو در حقیقت نگذاشتن توی این سرزمین از بین بره. شما زیباترین رقص‌های زنان زرتشتی هستش